شاپور بختیار در شهر لس آنجلس امریکا به سال 1983. خانم‌ها و آقایان، من در 22 سال پیش در میدان جلالیه یکی از سخنرانان بودم و با این شعر حافظ سخن خود را آغاز کردم و همواره فلسفه در راهی که این شاعر گرانمایه مخصوصا در این بیت برای ما ارمغان آورده مد نظر من بوده است و آن این شعر است که پس از 22 سال با وجود تمام تلاطم‌هایی که مملکت ما متاسفانه به عللی که خود می‌دانید در زیر روی امواج سنگین فتنه یک مشت آخوند بی‌وطن برپا کرده بودند، باز معتقدم که ما باید همین اصول و همین فلسفه و همین راه را برویم. آن شعر این است: روز نخست چون دم رنگی زدیم و عشق شرطان بود که جزوه آن شیر نسپریم. خانوها، آقایان، سروران، دوستداران وفادار زنده یاد شاپور بختیار و سروش کتیبه معصوم، امسال باز من افتخار و این اقبال رو دارم که در آستانه 80 سالگی در خدمتتون باشم. امیدوارم اگر روزی این سه تفنگدار پیر که امروز در خدمتتون هستند نبودند، کسی باشه که این مشعل شاپور بختیار رو بلند کنه. این کیست؟ این کیست که خاموش شد و خاموش نباشد، خود کرده فراموش و فراموش نباشد. بر سنگ مزارش به ارادت چه نویسم، در عشق بیانی است که منقوش نباشد. برخیز و که در بزم صفا جای تو خالی است، حیف آن که قدح هست و قدح نوش نباشد. مرغ طوفان در 33 سال پیش از طوفان نیندیشید و موجی نبود که از دریا گریزد. 20 سال پیش افراشته بال برای آخرین بار به اوج کهکشان پرواز نمود و جاویدان در تاریخ ایران فرود آمد. 33 سال قبل زنده یاد شاپور بختیار در آن جو آشفته و ناسالم و علی رغم پیمان شکنی ناجوان مردانه همسنگران دیرینش که از روی جهالت، خودخواهی و جاه طلبی با افریط پیری آکنده از عقده و دشمنی با ایران و ملت ایران هم داستان شدند و به پیکر ایران و قلب بختیار خنجر خیانت زدند. در 33 سال پیش دو راه بیشتر در پیش ملت عصیان زده و فریب خورده ایران وجود نداشت: راه رستگاری و نجات و رستاخیز ایرانی آزاد و سکولار با بختیار و راه تباهی و سیه روزی خمینی و استبداد دینی. از اقبال بد ایران اکثریتی خاموش و اقلیتی فریب خورده ولی مصمم
راه تباهی خمینی را انتخاب نمودند. بختیار در واپسین دقایق مسئولیت خطیر تاریخی خود به ملت نگونبخت ایران گوشزد کرد که بپرهیزید از استبداد نعلین و عمامه. ولی امروز ملت ستمگیر کشیده ایران در چنگال خونین هر دو شکل استبداد دست و پا می‌زند. استبداد چکمه با سپاه جنایتکاران پاسداران و اوباش و چاقوکشان بسیجی و موتر سوارها و استبداد آفت الله های قاعدتگر و خوناشم و در رأسشان پیرمردی فاسد و جنایتکار. پس از 20 سال هنوز عوامل جمهوری اسلامی تحمل نام بختیار را هم ندارند و هرچند صبا که دستگاهشان در منجراب و گنداب تباهی و فساد بیشتر فرو می رود، درجه دشمنیشان با نام بزرگ این مرد افزول می گردد، چون نام بختیار آن ستاره درخشانی است که چشمهای این خفاشان تحمل دیدن آن را ندارد. این مرد بزرگ 2 بار با نامش دفتر تاریخ ایران را درخشان نمود. یک بار آن زمانی که طبقه به اصطلاح روشنفکر و مسئول چهره کریه خمینی را در ماه دیدند و خاموش ماند و یا با چمدانهای مملو از پول به خارج گریخت و با امام کذاب هم داستان شد. ولی بختیار مرغ طوفان خطر کرد و در مقابل آن موج خانمانسوز ایستاد و بار دوم 20 سال پیش بود که به دست مباشران جنایتکار جمهوری اسلامی همراه با مباشر وفادار و سروش کتیبه معصوم در آن شرایط قرون وسطایی کشته شد. کسانی که دستند در کار فاجعه روز 22 بهمن 57 بودند سالیان دراز در پاریس به راحتی به زندگی ننگین خود ادامه دادند، از جمله اون خائن قره‌باغی، اون مسئول اون بیانیه ننگین بی‌طرفی ارتش. علی بختیار را پس از 2 سوء قصد بیش از 11 سال تحمل نکردند و همین خائنین هستند که امروز بر علیه او شمشیر میکشند و تهمت‌های ننگین میزنند، از جمله این دلقک، این فرزند روحانی امام ابوالحسن بنی صدر. بختیار هیچ وجه نسبتی با جنبش‌های قوس و قزحی از سبز و زرد و قرمز و بنفش ندارد. بختیار خواهان ایرانی آزاد، یک پارچه در لوای پرچم سرنگ با نشان شیر و خورشید و با عظمت و سکولار بود و راستاخیز ایران را در حاکمیت ملت در چارچوب حاکمیت ملی میدید. جاوید بادنام و یادگار شاپور بختیار و سروش کتیبه و به همه با هم میگیم ایران هرگز نخواهد مرد.